این مادران با چهره‌های گشوده با دسترخوان ایدانه پر از نان و کلچه و هر گونه شیرینی‌ها به عیادت سربازان آمدند. این تشریف مادران به بتالیون قسم حربی 13483 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان مستقر در ناحیه واسه در پیشروی جشن 33مین سالگرد روز تشکیلیابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان با دستور کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و پیشنهاد شعبه کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه با برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون هم برای سربازان و هم برای مادران خاطرمان دایر گردیدند. بعد شناسایی مادران به جای خواب سربازان و شرایط خوابگاه‌ها آنها از کتابخانه قسم حربی دیدن کردند. بعد سیروگشت در قسم حربی در ملاقات با سربازان رئیس ناحیه واسه در عرفه جشن 33مین سالگرد روز تأسیسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سربازان شجاع وطن را تبریک نموده با آنها در ادای قرض شهروندی خدمت صافدلانه تمنا نمودند. در این دیدار مادران از شرایط‌های خدمت با سربازان هم صحبت شدند. در دوره این چاره‌بینی در آشخانه قسم حربی مادران برای سربازان در این روز دسترخوان ایدانه آراستند. عیادت مادران در این قسم حربی با برنامه فرهنگی از جانب کارمندان بخش فرهنگ ناحیه واسه جنببست گردید. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.